آنباکس 5 بسته چمس کینگ 2025. سلام بی نهایت ها، صدر بی نهایت هستم. به ویدیو از کانال صدر بی نهایت خوش اومدید. اومدم در این ویدیو برای آنباکسینگ 5 بسته چمس کینگ 2025. آقا خبرهای بی نهایت مهم دارم براتون. ویدیوهای بی نهایت یکی پس از دیگری و ویدیوهایی که میخوام آینده بذارم، یکیش دیگه بسته هدیه کیمتی فوتبالی که داره میرسه و به عنوان نفر سوم که من باشم و انشاءالله دیگه ویدیوی چهارشنبه سوری آتش زدن آشغال‌های کیمدیم، یعنی آشغال‌های بسته کیمدیم و چیزهای دیگر. و اینکه بی نهایت ها یه معجزه میخوام بهتون یاد بدم که چجوری از هیروز هم کارت نوروزی در بیارید. انشالله بازدیدار رو بی نهایت بهتر کنید که در ویدیوهای آینده انشالله در هیروز هم من تشخیص بی نهایتی میدم و نوروزی در میارم. این وعده بی نهایت رو من به شما دادم. خب بی نهایت ها، تیزر بی نهایت دیگه نداریم دیگه تا روزهای آینده. بریم انشالله آرایشگاه دیگه قیافم رو عوض کنم انشالله و یک عکس بی نهایت برای کانال بذارم و برنامه کانال، اون تبلیغ کانال رو عوض بکنم انشالله. تنظیمات پخش زنده رو درست بکنم و استریم انشالله و توضیحات رو درست بکنم و یه تیزر بی نهایت جدیدم بسازم. مثلا بی نهایت بریم برای فاز جدید کانال انشالله سال 1404 بی نهایت. خب بریم آقا آنباکس کنیم در همین لحظه. دیگه تیزر نداریم و همه چی بی نهایت درسته و بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسته یه چمس مارکینیوش آنباکس میکنیم و اینم اینجوری. بسم الله الرحمن الرحیم. 1 2 3. وای کارت نوروزی لیو مسی. عجب کارت بی نهایتی. لازمه که سری من برم. یا خدای بی نهایت، عجب کارت بی نهایتی. لیو مسی در بیارین من امیدوارم. به به برچسبشم که اصلا مهم نیست. مولر بیسیک مولر بابرال 82. هر چی میخواد بیاد، اصلا برچسبم نداشته باشه بهتره. خب دوباره دیزاین جدید داره امسالم. لیو مسی در بیارید من امیدوارم. بسته کیمدی باز شد، فیلمشو کردم آپلود، اونقدری که لایک خورد بس جایزه انتخاب شد. بریم برای آنباکسینگ مارکینیوش دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. پی اس جی داره چه میکنه؟ بسته های چمس بازیکناش که ببین چی ازش در میاد و تیم خودش هم که لیورپول گرفت ترکون، مثل رئال مادرید که اتلتیکو مادرید ترکون. خب بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. 1 2 3. وای زلاتان ابراهیموویچ، همون کسی که نداشتم، همون نوروزی که نداشتم در اومد. و برم ببینم که برچسب امضای وینی جونیور. تنها نوروزی که نداشتم زلاتان ابراهیموویچ بودم. تبلیغ کالافیوری و این بستم دیگه چیزی نداره و برم یه خوشحالی بی نهایت. گیتار بی نهایت می نوازم و بریم برای آنباکسینگ. من دارم آروم نگاه میکنم ببینم که ضبط یه موقع قطع نشده باشه، چون این اتفاق افتاده و در این موقعیت خطرناکه. بینت خطرناک. ابراهامو مثل کارل آنچلوتی کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم. 1 2 3. وای زلاتان ابراهیموویچ نیومدی. ببین 2 تا ازش اومد و این هم که تبلیغ کالافیوری و باز امضای وینی جونیور. هیچ اشکالی نداره تا صبح تکراری بیاد. اصلا نوروزی اصلا برام مهم نیست، فقط نوروزی و یه خوشحالی بی نهایت دیگه. اینم خوشحالی اردک. و بریم برای آنباکسینگ این بسته چمپس. بسم الله الرحمن الرحیم. 1 2 3. کارت شماره هست دوباره. وای دوباره شماره هست. وای عجب کارت بی نهایتی.
وای کارت شماره 8 دوباره منتظرت بودم، جات بود که بیای. دومین کارت شماره 8 هم در اومد. وای نفسم بندی میرسه. عجب کارت بینایتی، تشخیص بینایتی همینه دیگه. ببین چه میکنه واقعا. وای کارت شماره 8 چطوری؟ و اینم که بیسیک تئو هرناندز باور 86 قربونت بره. و زلاتان و گود بای. برو خداحافظ. وای بسم الله الرحمن الرحیم. برم سراغ آخرین پک چمس. 1 2 3. وای دوباره شماره 8 هتریک شد. وای لباسم من کرده. وای خدا. وای چی شد؟ عجب واقعا. چی بگم این آنباکسینگ اصلا چی بود؟ لباسم رو در میام خدایا. وای یا ابوالفضل اصلا معلوم نیست چی بود. دوم تا شماره 8. وای چه خوشحالی برم واقعا. بذاری خوشحالی برم برای شما. خوشحالی که والورده و الیک هالند رفتن اونو. به قرآن قبل از اینکه در بیارم گفتم دوست دارم هتریک کنم. وای برم اون یکی هم بیارم که در یک قاب هر 3 تا شماره 8 ما تماشا بکنیم. وای این قدیمی است. خب یکی بذار بذارمش اینجا. بذار برچسب اینم در بیاریم که باز تئوه. جون بی نهایت جون. بابا روانی شدم اصلا نمیدونم. فکر کنم این وحشتناک ترین آنباکس سال 1403 بود. قلبمو بیاد دیگه جمع کنید. ضربانش روی بی نهایته. چیکار کنم من؟ عربده اینقدر زدم صدام در نمیاد. عربده های بی نهایت نمیفهمم واقعا یعنی چی. این که کارت شماره 8 قدیمی بیاید والله بیاین بازدیدار رو بتر کنید، منفجر کنید. مثل ترقی چهارشنبه سوری هم نزدیک عین اکلیل سرنج. حالا ما تو خط این چیزا نیستیم، یه چیزایی شنیدیم. بزنید بتر کنید بازدید این ویدیوها رو والله، ببرینش بالا، یعنی نابود کنیم بازدیداشو. 3 تا شماره 8 با هم بیا تقدیم شما. بی نهایت ترین قاب سال 1403 همینه. 3 تا شماره 8 با هم. نمیدونم چی بگم واقعا. نمیدونم چی بگم. وای بذار اینا رو بذارم این بالا. سلاطین رو بذارم این بالا و اینا رو هم بذارم اینجا. عجب آنباکسینگی بود. عجب آنباکسینگی بود. صدرا بی‌نهایت نوروزی در نمی آورد. ببین چیکار میکنه. از همه داره بیشتر نوروزی در میاره. من چی بگم الان 14 تا نوروزی دارم. یه زمان بود اومدم یه ویدیو بذارم که آموزش ساخت کارت گیمدی خودتون. بعد اومدم ویدیو یه بنده خدایی رو گذاشتم که پسر تو ویدیوش نزدیک 17 تا نوروزی داشت. برای 2-3 هفته پیش بود. بنده خدا رفت و 50 تا بسته خریده بود. دیگه تونتون نوروزی در آورده بود. الان دیگه ویدیویی نذاشته، خبر ندارم ازش. ولی فکر می‌کنم نوروزی 20 تا اینا شده باشه. الان برای من شد 14 تا. دیگه الان تو هیروز هم من بلدم در بیارم ان شاءالله. تو هیروز هم به شما وعده دادم ان شاءالله ویدیو میذارم 3-4 تا هیروز آنباکس میکنم. تو همه‌شون باید نوروزی باشه. میرم تشخیص میدم مغازه آقا موسی بی‌نهایت و دیگه میبینی نوروزی هم قشنگ 100 تا ان شاءالله بره. چه شانسی بگیریم برای قرعه کشی بی‌نهایت ان شاءالله که اگر برنده بشم و اتفاقات بی‌نهایت دیگه بیفته. اصلا سال 1404 وقت قرعه کشی کیمدی برای شما بی‌نهایت است. ببین چیا قراره بیاد برای شما. مگه نیاز ندارم به 3 تا. ببین چه خبره. فقط 3 تا کارت شماره 8 با هم بی‌نهایت ترین قاب سال 1403. همه چیزو به دست آوردم کمیاب. فوق کمیاب ترینا رو دارم. کلاب کیمدیه که تو قابه. بعد دیگه کارت شماره 8 دیگه 3 تا دارم. نمیدونم چی کار کنم واقعا. این سرمو بذارم به دیوار بکشم خودم واقعا. حیفه واقعا. بذار بی‌نهایت زنده بمونیم. کانال صدر بی‌نهایت رو برسونیم به جای بی‌نهایت. خب قیچی بی‌نهایت رو بندازیم. چی کار میکنی تو؟ قیچی بی‌نهایت.
ژنش واقعا ژن کارتای بی نهایته. خب بی نهایت ها حتما این ویدیو رو لایک کنید، برای ویدیو نظر بزنید، حتما کانال صدربینهایت رو دنبال کنید و زنگوله هم بزنید، حتما بازدیده و واچ تایم رو بی نهایت ببرید بالا. خدا نگهدار، بی نهایت باشید، بی نهایت.